اگر از یگان دولت به تاجیکستان سفر کردنین یا که در داخل تاجیکستان اینو میخواین یگان تلفن خریداری کنین، انا همین کد بزنین ببینین که آیا همین ایمیل تلفنی که میخرین در قید دولتی هست یا که نه. طبق قانون‌های نوی تاجیکستان باید هر یک ایمیل تلفن با قید گرفته شود. ایمیل چیست؟ ایمیل این رمز مخصوصی هر یک تلفن است. عادتا ایمیل در کلوب‌های تلفن می‌نویسند. بعداً عین استروک خود تلفن هم در اومده دیده میشود. یا که از همه در خوبش راه آسانش رمز ستارچه پنجره 06 پنجره را زیر کرده مقصد میتونین که ایمیل تلفنتون رو ببینید. همینجا کپی رایت کرده میشه ایمیل. در تاجیکستان باشه پیش از خریدن تلفن چخالی که در بالا گفتم رمز ستارچه 3366 پنجره را میچینید ببینید که تلفن در قید دولتی است یا که اگر در قید دولتی نباشه شما مگه 30 شبانه روز وقت دارید که در قید بمونید تلفن. اگر در همین مدت نموندین تلفن از کار میمونه دیگه یگان سیم کارت تاجیکستان قبول نمیکنه. برای سنجش ایمیلتون میتونین اینجوری در سایت email.tg در اومده ایمیل تلفنتون رو در همینجا بنویسین. وقتی که میبینین که ایمیل شما در سیستم نیست در پایین میتونین که